تو باید با من زندگی کنی پسرم. پس ما 2 نفر تو این خونه زندگی میکنیم. نه، من پیش مامان بزرگ میمونم. مامان، تو با مامان بزرگ زندگی نمی کنی. هر جا که من باشم با من میمونی. نه نه نه، من نمیخوام اون بابام باشه. هر کاری که من بهت میگم و میکنی. واسه چی سرم داد میزنی مامان؟ مارگاریتا لطفاً به هم اجازه بده. میبینی که زوج خوشبختی هستن؟ نه نیستن. فریجولیتو، ما هیچ وقت هم دیگر رو در رو ندیده بودیم، اما من نمیخوام که تو با مامانت دعوا کنی. اگه مامان بزرگتم بیاریم همینجا با ما زندگی کنه، اینجا میمونی؟ اون موقع تو بابام نمیشی؟ دوست نداری؟ تو نمیخوای من پدرت باشم؟ نه، تو بابای من نیستی، چون تو بابای دالسی. اگه بابام با مامانت عروسی کنه تو داداشم میشی. اما من نمیخوام تو هم خواهرم بشی. خواهش میکنم فریجولیتو، ما با هم حرف زدیم. فعلا با مامان بزرگ برو خونه و همونجا بمون تا بیام. صبر کن، بیا اینجا. چیزی یادت نرفته؟ یه بوسه خداحافظی. چشم مامان جون. آلفردو هم مثل من دوست نداره که اینجا زندگی کنه. دخترا برید تو حیاط بازی کنین. آره، میدونی میخوای باش حرف بزنی. یالا دالس. مارگاریتا به نظرم نباید انقدر باهاش خشن برخورد کنی. اون نمیخواد با من زندگی کنه. دلیلی نداره که اینطوری کنه. هیچکی نمیگه که کار آسونیه. ولی اون همه چیز منه. بدون اون من نمیتونم اینجا بمونم. خب بهش فرصت بده تا بیشتر فکر کنه. میتونم بهش فرصت بدم، اما وقتی فکر میکنم که دارم هر روز بهش دروغ میگم دیوونه میشم. دیگه کافیه. من همش دارم بهش دروغ میگم. من دارم منکر پدر واقعیش میشم. پس به پسرت فرصت بده، هم به خودت هم به اون. تو از این همه دعوا خسته نشدی مارگاریتا؟ چرا؟ پس بهم اجازه بده خوشحالت کنم. اجازه بده هر چی که پسرت احتیاج داره رو بهش بدم. تو چرا اینقدر ناراحتی؟ چون فریجولیتو ناراحته. از اینکه ببینم یه بچه این ناراحته متنفرم. یه بچه یا این بچه؟ حقیقت رو میخوای بدونی؟ این بچه. چون من دوست داشتم اون پسر من بود. چیه؟ چی شده؟ منظورت چیه؟ گفتم دوست داشتم اون پسر من بود. مگه چیه؟ ناراحتم از این که نتونستم یه بچه خوشگل‌تر برات بیارم. اون وقت تو عاشق اون بچه ولگرد نمی شدی. تو منو ناامید کردی. زندگی منو ناامید کرده. حالا فهمیدی؟ 2 چیز ازت میخوام. اول به اون بچه نگو ولگرد، و دوم تنهام بذار الان. البته عزیزم، این اواخر تو همیشه میخوای که تنها باشی. آقای ایگناسیو ریس، تفریح مورد علاقت تنهاییه. تونو، من مامانتم. من برگشتم. نه، تو مامانم نیستی، چون اون رفته و بابام میگه که اون دیگه اصلا بر نمیگرده. الان برگشتم. من اومدم ببینمت. اما بابام گفته تو بر نمیگردی و بابا بزرگم هم گفته که تو خیابون با غریبه ها حرف نزنم. پس یه دقیقه صبر کن. من یه چیزی دارم که نشون میده دروغ نمیگم. این عکسو میبینی؟ این منم. اون بچه‌ایم که تو بغلمه تویی. نه، من اون بچه نیستم. چرا تونو خودتی؟ نه، بزرگتر از اون بچه تو عکسم.
تو خونه. باشه خانم آوانجلینا. خدافظ خانم. خدافظ تونو. چی کار میکنی؟ حق ندارم پسرمو ببینم؟ تو ولش کردی. به هم بگو اون موقعم که گذاشتی رفتی بازم حق داشتی؟ بگو دیگه. من هر حقی دارم خانم، مخصوصا که از دست آدم کثیفی مثل گریگوریا فرار کردم. ازت خواستم برگردی چون پولی که ازت گرفتم و یه مقدارشو گذاشتم تو حسابم بمونه که بریزم تو حساب شرکت. بله آقا، میدونین که موقعیت مالیمون الان خیلی جدیه. ارقام هیچ وقت دروغ نمیگن. ما هیچ وقت به صفر نمیرسیم. آروم باش. ولی اون پولی که شما گرفتید مال برادرتونم هست. یعنی برادرتونم داره این پولو از دست میده. میخوای منو کنترل کنی؟ نه آقا، ولی اگه برادرتون ازم چیزی بپرسه مجبورم بهشون دروغ بگم. پس دروغ بگو. کی رئیسه؟ من یا برادرم؟ شما قربان. پس لطفاً ساکت شو و کاری که من بهت میگم و انجام بده. چشم قربان. قضاوت نکن، تو گذشتم و کامل نمیدونی. من تنها کسی بودم که صدای گریه اون بچه رو شنیدم که خواب دیده بود مامانش ترکش کرده. شما؟ آره، تو احساس اون بچه رو زیر پاهات له کردی، اون قلبش شکسته. کی قلب منو تسکین میده خانوم؟ شما فکر میکنین من نفهمیدم که چقدر احمق بودم که پسرمو ترک کردم؟ خب خوبه که حداقل قبول داری احمقی. به من توهین نکنین خانوم. نه، من توهین نکردم. شما با اومدنتون اینجا و حرف زدنتون با تونو به خودتون توهین کردین. اجازهشو از پدرش کی بگیرین. هستی که به من میگی چی کار باید بکنم؟ هیچ میدونی که من تا حالا چقدر زجر کشیدم؟ همه مادرایی که بچه‌شونو ترک میکنن بد نیستن. نه، من این حرفو نزدم. شما میدونید که یه بچه رو گذاشتن و رفتن چقدر به آدم صدمه میزنه. تمام این مدت قلب تونو با من بود. من ضربان قلبش رو حس میکردم. وقتی که به دنیا اومد تو آغوش خودم بود. ولی شما نمیتونین بدون اینکه به پدرش بگین با این بچه باشین. من نمیخوام گریگوریو واسم مشکلی درست کنه. خیلی متاسفم. میبینی؟ پسرم نمیخواد با هم زندگی کنه. مارگاریتا، اون نمیخواد تو این خونه زندگی کنی. البته منم نمیخوام اینجا بمونی چون وحشتناکه. اون تو رو دوست داره، ولی تو داری کاری میکنی که احساس نمیکنی اونم درک میکنه. حالا چیکار کنم؟ مارگاریتا، من 100 دفعه بهت گفتم، اما تو پدرشو ازش منکر میشی. اون باهوشه و میفهمه یه چیزای اشتباهه. چیکار باید بکنم؟ بهش بگم ایگناسیو پدرشه بعدشم چنتل بکشتش؟ کیو بکشه؟ ایگناسیو رو. چنتل مسلحه. من خودم اسلحه‌شو دیدم، حتی به طرف منم گرفتش. اون میخواد دکتر رو بکشه؟ آره، میخواستم به ایگناسیو بگم اما نمیدونم چه اتفاقی میفته. فکر میکنی اون این کارو میکنه؟ آره، چنتل دست به هر کاری میزنه. نمیدونم چی کار کنم. کاملا گیج شدم. مارگاریتا، نذار که چنتل تهدیدت کنه. نکنه تو فکر میکنی کشتن یه آدم کار آسونیه. واسه من نه، اما واسه اون. گوش کن، الان برو تو اتاق آقای ایگناسیو و بهش بگو که دوستش داری و ازش یه عالمه بچه میخوای. دیوونه ای یا؟ وای ببین کی داره چی میگه. حق با توه. بهش میگی میخوای باهاش ازدواج کنی؟ نه، بهش میگم چنتل اسلحه داره و میتونه بکشتش. چی میخوای؟ بیام تو؟ نه. چی میخوای؟ میخوام دعا کنی و از مریم مقدس بخوای که نذاره من با برادرت ازدواج کنم. داری به هم امید میدی؟ نه، دارم جواب سوالتو میدم چون نمیتونستم جواب بدم. نمیفهمم. تو به فریجولیتو گفتی قراره اینجا زندگی کنی، بعدش میای به هم میگی برات دعا کنم که نتونی ازدواج کنی.
فکراتو کردی؟ حق با توه. ببین اگه سعی داری دیوونم کنی قبلا این کارو کردی. میدونی چیه؟ بازی دیگه تموم شد. من دارم جدی میگم. خانم چنتلم قضیهش جدیه. راجب چی؟ راجب هیچی. میبینی؟ بازی دوباره شروع شد. فکر میکنی من احمقم؟ تو حرف شروع کردی حالا هیچی نمیگی. میدونی چیه؟ دیگه بسه. کافیه. دیگه تمومه. هرچه زودتر از اینجا برو. میخوام تنها باشم. اون خانم به هم یه عکس نشون داد که اون بچه من نبودم. از کجا میدونی اون بچه تو نبودی؟ آخه من که کوچولو نیستم، اما اون خیلی کوچولو بود. آها. چرا بهت گفت که مامانته؟ نمیدونم، من که مامان ندارم. منم همینطور. چرا تو داری؟ اسمش هم مارگاریتاست. اون اینجا با تو زندگی میکنه و تو میشناسیش؟ نه، من دیگه نمیخوام با مامانم زندگی کنم. میخوام با مامان بزرگم زندگی کنم. تو قبلا اینجا زندگی میکردی فری جولیتو. چرا نمیخوای با مامانت زندگی کنی؟ چون اون میخواد تو خونه یه دالز بمونه. ولی من نمیخوام مامان بزرگ. من نمیخوام بابای دالز بابای منم باشه. مزه این قهوه عین قهوه های خانم آوانجلینا است، درسته؟ آره پاتوشو، من آشپز خوبی نیستم. تازه جرأت طلاق گرفتنم ندارم. چرا این حرفو میزنی؟ میترسم مدارکو بدم به لوچو، چون ممکنه که هر کاری با هم بکنه. اولگا، من باهاش حرف زدم. اون بهت لطمه‌ای نمیزنه. تو نمیشناسیش. ببین، راستشو بهم بگو اولگا. تو میخوای ازش جدا شی یا نه؟ من میخوام با تو یه خانواده تشکیل بدم. پاتوچو، من هیچ آرزویی نداشتم، اما الان دارم. ازت ممنونم. تو واقعا میخوای از من بچه داشته باشی؟ آره، میخوام باهات ازدواج کنم و چند تا بچه داشته باشم. چرا به هم نگفتی که پدرو الان تو بیمارستانه؟ که چی بشه؟ هر وقت راجع به اون حرف میزنم تو عصبانی میشی. حق با توه، اما این موضوع خیلی فرق میکنه ایگناسیو. اما حالا که فهمیدی تصمیم داری بری بیمارستان ببینیش یا نه؟ هیچ کس از اتفاقایی که میفته چیزی نمیگه. من میگم. اومدم بهت بگم میخوام برگردم لس آنجلس. لس آنجلس؟ بگو منظورت چیه؟ میخوام برم. میخوای برگردی؟ آره چنتل، میخوام برگردم لس آنجلس، چون نمیخوام با کسی ازدواج کنم. بعدشون بفرستشون برن تو تختشون که بخوابن، وگرنه واسه مدرسه نمیتونن بیدار شن. داری به هم میگی که کار هر روزم چیه؟ خودم میدونم. متاسفم، حق داری. واسه چی اینقدر ناراحتی؟ فری جولیتو، خاله روزی از دست سوال پرسید. جواب نمیدم. غذا نمیخوری؟ تو گشنت نیست؟ پس بدون شام خوردن برو بخواب. مارگاریتا، تو دخالت نکن روزیتا.
برو تو رخت خوابت. یالا زود باش. مامان پری جلیتو بیا با هم بریم دندونامونو بشوریم. چیکار کردی؟ دیوونه شدی؟ میخواد تو زندگیم دخالت کنه، اما من مامانشم، باید یه چیزایی رو از حالا یاد بگیره. تو داری اشتباه میکنی. خب من تنهاتون میذارم. نه، کسی که باید بره منم. متاسفم چنتل، خودت میدونی که من نمیخوام باهات ازدواج کنم. از این بچه بازیام خسته شدم. من فکر نمی کنم که تو بچه ایگناسیو، خواهش میکنم نرو. متاسفم ولی من خوشحال نیستم. هیچ کس تو این خونه خوشحال نیست و فقط به خاطر اشتباهات منه. چه دلیل واسه موندن دارم؟ بیمارستان چی؟ بچه ها اون خانواده های سنتی فقیر همشون بهت احتیاج دارن. خواهش میکنم چنتل، خیلی دکترای بهتر از منم هستن. ببخشید باید برم. ببین مامان، تو حق نداری که بهم بگی از پسرم غافل شدم. من مامان بزرگشم، واسه همینم میگم تو ازش غافلی، چون تو هیچ وقت نباید بهش میگفتی که قراره تو اون خونه باهاش زندگی کنی. خانم آوانجلینو، سفارش میز یکو میخوام. بگیر جوان. راستی شماره سرم سریع‌تر بده، اون یارو منو میکشه ها. باشه همین الان. میخوام با فرانسیسکو ازدواج کنم، اینطوری فریجولیتو هم آینده روشنی داره. داری دروغ میگی، تو عاشق اون نیستی. خودت هم میدونی که عاشق ایگناسیوی دخترم. برات مهم نیست که اون بهم تجاوز کرده؟ بسه مارگاریتا بسه. همه اون چیزی که میدونم خوشحالی تو و نومه. اون داشت گریه میکرد چون نمیخواست اونجا زندگی کنه. اون بچه هر جا که من بگم میاد. این چیزیه که تو فکر میکنی. من مامان بزرگشم. بدون که جدا کردن نوم از من کار آسونی نیست. مامان چی گفتی؟ مامان بیا از دستور آشپزی خانم آوانجلینا لذت ببر. جوان بگیر این سفارش میز شماره 3. خوبه مارگاریتا، آماده شو، الان دیگه برنامه‌مون شروع میشه. تو فکر میکنی پسرمو نمیبرم خونه فرانسیسکو؟ مگه از روی جنازم رچی؟ نمیذارم خودتو با دستای خودت تا آخر عمرت بدبخت کنی. تو این موضوع دخالت نکن، من دیگه حماقت نمیکنم. میدونی چیه؟ تو فقط سرتو مثل کپ کردی زیر برف مارگاریتا. مارگاریتا، ویسنته، بله باید برنامه رو شروع کنیم. هی رفیق، تو میدونی که ماجرای زندگی مارگاریتا با آقای فرانسیسکو چیه؟ هی رفیق، به نظرم تو اطلاعاتت اصلا بروز نیست. ببین من حرف مفزن نیستم، ولی یه چیزایی باید بدونی. فقط بپرس تو بهت بگم. خب چیا میدونی؟ میدونم که آقای فرانسیسکو پسر پدروه و واسه همینم برادر آقای دکتر ریز شده. تازه مارگاریتام قراره با یکیشون ازدواج کنه، اما عاشق اون یکیشونه. البته اینطور به نظر میرسه، نه؟ حالا چطور شروع کنیم؟ وای مارگاریتا، تو کی اومدی اینجا؟ خیلی خوشگل شدی، امشب واقعا دوست داشتنی شدی. خب حالا حدس بزن که ما راجع به کی حرف میزدیم؟ ایگناسیو میگه میخواد بره لس آنجلس. لس آنجلس جای قشنگیه، یادت میاد رفته بودیم لس آنجلس؟ نمیخواد با هم ازدواج کنه. رودئو درایو، سانتا مونیکا، ونیز. اگه با هم ازدواج نکنه دیگه هیچی گیرم نمیاد. یک شنبه های ونیز واقعا عالیه، درسته؟ اونجا برام مهم نیست، اصلا برام مهم نیست. فقط نمیخوام ایگناسیو بره. میدونم، اما من نمیتونم به آدمی که قصد جونمو داره کمک کنم. چی؟ شنیدم که با دوست پسر چیا میگفتی. اگه منو بکشی میدونی آخر این ماجرا چی میشه؟ اشتباه شنیدی؟ وکیلم نامه‌ای که نوشتم و امضا کردم و داره. اگه واسم اتفاقی بیفته اون نامه حتما میرسه دست پلیس. هیچ اتفاقی نمیفته. تو باید به هم کمک کنی، خواهش میکنم مامان. چی گفتی؟ مامان
از وقتی که من کوچیک بودم تو مامانم بودی. لطفاً با من بازی نکن. تو مامان منی. باید به هم کمک کنی. خواهش میکنم مامان. منظورت چیه که گفتی بهم خیانت نمی کنی ایگناسیو؟ یعنی این که من دارم بهت میگم تصمیمم چیه. چرا نمیخوای بگی که خیانت کارم؟ چون برادرتم. خیلی هم صادقم. من دارم دستمو برات رو میکنم. تو هیچ وقت رک نبودی. عادت داری بزنی تو خاکی. خب حالا حرفتو بزن. چی شده؟ میرم لس آنجلس. قبلا هم اینو گفتی؟ آره. اما چیزی که نگفتم این بود که میخوام مارگاریتا و پسرشم ببرم. مارگاریتا باهات نمیاد. از کجا مطمئنی؟ چون اون با پسر من هیچ جا نمیره. میخوای بدون پسرم بری؟ برادر؟ اگه اون بره من میبازم. وای خدای من، هیچکی نمیتونه جلوی اونو بگیره. تو نمیتونی جلوشو بگیری چون خیلی جوونی. اما من میتونم جلوشو بگیرم چون زن با تجربه ایم. تو راه حلی داری؟ من؟ نه خیلی. بشین. یه بوس بده. کمکم میکنی؟ بگو که دوستم داری. اینقدر چرا نگو. هیچ وقت بهت نگفتم. خب الان بگو که دوستم داری. اگه همین الان بهم بگی من یه معجزه میکنم که اون ایگناسیوی احمق تو سیوداد اسپرانزا بمونه. دوستت دارم مامان. بگو میخوای چی کار کنی؟ من کارم تموم نشده. من هستم. تو واسه کاری که میخواستم واسه پسرم بکنم به هم میگی بی‌مسئولیت؟ تو چند ماه پیش داشتی میگفتی که ازدواج نمی کنی. بعدش هم گفتی با کسی دیگه ازدواج میکنی. حالا هم که میگی داری ازدواج میکنی و پسرت هم میخوای با خودت ببری. من یه خونه واسه فریجولیتو میخوام. یه جایی که همه چی داشته باشه. چی تا حالا کم داشتی ها؟ همه چی داشتم. اما دیگه چی کار میتونم بکنم؟ من هیچ وقت وجدان خودم رو نفروختم تا تو شکمت سیر بشه و خونه شسته رفته‌ای داشته باشیم. چرا داری این کارو میکنی؟ چرا؟ من راجع به پسرت حرف نمیزنم. تو که هیچ وقت ازش نگهداری نکردی. اما تو میخوای ببریش. نمیدونم چی میخوام. من تو رو به عنوان برادر خودم دوست دارم. به مارگاریتام گفتم باهات ازدواج کنه. درسته، اما حالا میخوای با مارگاریتا و پسرم از اینجا بری. آره، حق دارم کاری براش بکنم چون دوستش دارم. منو ببخش. قلب یا یه نفر رو دوست داره یا نداره. منم عاشق مارگاریتام. حالا فهمیدی؟ ایگناسیو، مارگاریتا با تو نمیاد. محاله. آقا چیه دیوید؟ داشتم با آدلا حرف می زدم. شما واقعا میخواین برین لس آنجلس؟ آره دیوید، درسته. میشه یه چیز شخصی بهتون بگم؟ آره دیوید، معلومه. قبل اینکه برم بگو چون رئیست عوض میشه. تنها نرین آقا. مارگاریتا دیوونه شماست. نه، اون دیوونه کسی نیست، احمقه. دارم راستشو بهتون میگم. میدونین من یه روز کاملو با آدلا گذروندم تا بالاخره دوست دخترم شد. تبریک میگم دیوید. بالاخره موفق شدی. خوشحالم که به هدفت رسیدی. منم خوشحالم چون هدف مارگاریتام همین بود. اما شما تنها کسی هستین که اینو نمیبینه. دیوید، چرا نمیای تو اتاقم با هم حرف بزنی؟ من باید جمع و جور کنم. بیا. خب این کار خودمه. شما امشب میخواین تشریف ببرین؟ نه، من 2-3 روز دیگه از اینجا میرم.
خوابت برد؟ پس این صدای دل توه؟ گرسنت نیست؟ من داشتم خواب ساندویچ همبرگر میدیدم که خاله روزی داره میاره تو تختم. گفتی ساندویچ؟ حالا یه ساندویچ بزرگ میخوای؟ آره. هی بگیر، در ضمن به مارگاریتا چیزی نگو وگرنه از دستم عصبانی میشه. باشه. بچه ها حداقل میتونستیم تشکر کنیم. ممنون. خوبه. آفرین. دیوید، آدلا بهم گفت که مارگاریتا دیوونه منه. مستقیما نه، اما اشاره کرد. اونا دوستای صمیمی ان، واسه همینم آدلا همه چیو بهم نمیگه. بعضی اسرار خانوما هیچ وقت فاش نمیشه آقا. راست؟ فکر نکنم که فقط همین باشه. فکر کنم بیشتر از اینا راز بینشونه. چی شده؟ چی میخوای؟ میبینم اون جادوگر این دور و ورا نباشه، چون همیشه مثل جن ظاهر میشه. نگفتم. چی گفتی؟ این که الان وقت خوابه، درست نمیگم؟ با اجازه آقا. ممنونم دیوید. ایگناسیو، تو میخوای دخترمو مریض کنی؟ لوکرسیا، دختر تو هم باهوشه و هم خیلی خوشگله، پس قطعا هنوزم خواستگارای خیلی خوبی براش هست. مشکل اینه که اون دختر دیوونته. باید اعتراف کنم که میترسم. میترسی؟ خب از چی؟ راستش چند تا شرایط خاصی داره. وقتی یکی ترکش میکنه اجازه میدی بشینم؟ البته، لطفاً بشین. من خیلی میترسم ایگناسیو. اگه بهم قول بدی همینطور مبارزه کنی منم همسرت میشم، وگرنه قول میدم واسه یه همه یه عشقی که حس میکنم قول میدم. من میخوام واسه همیشه عشق تو باشم و میخوام تو هم همیشه عشق من بمونی. زمانی که عشق سرمنشأ همه چیز قرار میگیره، هیچ چیزی نمیتونه جلوی پیوند عشق خدایی رو بگیره. ممنون. ببوسه. اونم جلوی شماها فراموشش کن. چرا نرفتی خونه بخوابی؟ راستش ترجیح دادم اینجا پیش تو بمونم و مواظبت باشم. اینجا دکترها هستن. آره، ولی من دوستت دارم. عشقم دلیل همه چیه. تو مراقب خودت هستی؟ فقط به خاطر من. به خاطرت همه کار میکنم. فقط یه خاره که میره تو قلب تو. قلب تو.
ایگناسیو، یأس منو ببین. دخترم خیلی بیماره. لوکرسیا، افسردگی جدی نیاز به درمان خیلی فوری داره. این کارو کرده؟ بله البته. اما میدونی وقتی پدرش مرد اون موقعم اولین علائمش همین بود. اون به خاطر افسردگی مرد؟ البته که از افسردگی مرد و اگه تو هم بری میترسم که دیوونه بشه. ازم میخوای به خاطر چنتل بمونم؟ نه، فقط چند روز دیگه اینجا بمون. خواهش میکنم ایگناسیو. تا به حال خواهش نکردم. هر وقت راجع به اون حرف میزنم تو عصبانی میشی. حق با توه، ولی این موضوع خیلی فرق میکنه ایگناسیو. اما حالا که فهمیدی تصمیم داری بری بیمارستان ببینیش یا نه؟ روزیتا لطفاً کمکشون کن کیفاشونو ببندن. بیایید بچه ها. بگیر. خیلی خوب. خدافظ خانم آوانجلینا. خدافظ. 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 خدافظ مارگاریتا. خدافظ روزیتا. خدافظ. صبر کن، چیزی یادت نرفته؟ میتونیم از دست هم عصبانی بشیم، اما من خیلی دوستت دارم. هر چقدرم که از دستت ناراحت باشم اما دوستت دارم. فهمیدی؟ آخه من میخوام همیشه پیش مامان بزرگم بمونم. اشکال نداره، اون هنوز بچه است. الانم ازت ناراحته. هر وقت یه چیزی بهش میگم تو میگی اشکال نداره و بچه است. این حرفو نزدم. برو استراحت کن، همین الان از بیمارستان اومدی. نگران نباش. درسته که شب اونجا پیش پدرو بودم، اما خوبم. تازه مامان تونو دیروز اومده بود. چی؟ چی میخواست؟ باهاش حرف بزنه، اما تونو باور نکرد که مامانشه. من که باورم نمیشه. بعدش چی شد؟ بعدش دیگه چیزی نپرسید. چه عجیب. میتونم بیام تو؟ چنتل، کنسل شدن عروسی که این چیزا رو نداره. همش به خاطر اینه که خیلی دوستت دارم. آره؟ بلند شو با هم راجع بهش یکم حرف بزنیم. من احساسم طوریه که انگار دنیا واسم به آخر رسیده. دنیا نه با من شروع میشه نه تموم. واسه من چرا؟ اما این اشتباه خودمه. تقصیر منه که تو دوستم نداری. حالا میخوای از اینجا بری. اومدی اینجا بدون این که حرفی بزنی، همینطوری اونجا وایستادی. مثل زندگی من با خودت، همش تو سکوت گذشت. اما اومدنت واسه من یه نشونه است. یه نشونه. شاید یه چیز دیگه باشه، نمیدونم. اصلا نمیدونم واسه چی اینجام.
خواهش میکنم پسرم. نه 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 نه، به من نگو پسرم. دفعه اولی که آرزوی مرگ تو کردم خوب یادم میاد. اون اولین خواستم از خدا بود، ازت متنفر بودم. میدونی چقدر سخته که یه بچه از پدرش متنفر باشه؟ نه نمیدونستم، درک نمی کردم. تو تمام این سالها فکر میکردم تنفر از تو عادیه. تو منو ترک کردی. نمیدونم چرا اینجام. این کینه ای که دارم، فکر میکردم ولش کن. نه، گوش کن. تمام علائم افسردگی ایناست: احساس ناراحتی کردن و کمبودای عاطفی. این احساس از ناراحتی و غمه، همینطور ناامیدی و گناه. تو هم این رفتارا رو به ایگناسیو نشون دادی، درسته؟ اون یه دکتره، پس مسلماً بیشتر از اینا میدونه. اینطوری ما یکم زمان صرف میکنیم. من از یه چیزی مطمئنم، نباید بذاریم این معامله کلون مثل ماهی از دستمون لیز بخوره، چون حالا دیگه همه چی به خودمون بستگی داره عزیزم. من تونو رو میخوام. هرگز. من هرگز بهت نمیدمش. اون برام مهم نیست، ولی نمیذارم ازم بگیریش. قیمتش چنده؟ واسه ولگردی مثل تو فروشی نیست. تونو فقط و فقط مال منه. فکر میکنی واسه حق زدن من نباید هیچ پولی خرج کنی؟ سلام. چیه؟ چی شده جوان؟ داشتم به روزیتا فکر میکردم. دیگه نمیدونم چی کار کنم. اون یه مادر تنها میشه، در عین حال یه نوجوان 15 سالم هست. واسه همین اگه به هم اجازه بدی جوان، من میتونم کمکش کنم. رفیق، تو با اون اختلاف سنی داری. اون بچه است، واسه چی اصرار میکنی؟ دوستش دارم جوان. میخوای داد بزنم؟ آره؟ نه 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 نه، خواهش میکنم احمق نشو. آخرشم برمیگرده طرف همون بچه سوسوله، بابای پسرش. از کجا میدونی؟ خب این کاملا معلومه که روزیتا هنوزم عاشقشه. پس دیگه دخالت نکن. تو دیگه نمیتونی بهش کمک کنی. فرار کار آدمای ضعیف و نفسه. من فرار نمی کنم، احتیاج به تغییرات دارم. واقعا؟ من واسه مارگاریتا خیلی مبارزه کردم. اما داری میری. البته با اونو پسرش. با جفتشون؟ اگه مارگاریتا پیشنهادمو قبول کنه، آره، با جفتشون. خب من هیچ وقت نفهمیدم واسه چی گذاشتی رفتی. مگه خودت یادت نمیاد چه آشغالی بودی؟ یه مرد مهربون چشامو باز کرد. ازش ممنونم که عشق و نشونم داد. خب اگه اون مرد اینجا نبود؟ اما هست. واسه همینم پول دارم. تو با اون مرد احمق ازدواج کردی؟ نه، اون ازدواج کرده بود. من فکر میکردم زنشو ول کنه، ولی این کارو نکرد. چه احمقی، تو عوض نشدی. تو حرف مردا رو باور میکنی. باور میکردم، اما دیگه بهش احساسی ندارم. من ازش ممنونم، چون اون مرد باعث شد که از تو فاصله بگیرم. بی خود تلاش نکن روزاریو. تو به پسرت نمیرسی. میخوای شرط ببندی؟ تو بازنده ای. تو پسر منه. مامانشم. واسه همیشه مرده. کمک؟
کمک از طرف من؟ اگه ازم پول میخوای فراموشش کن. من پولی ندارم. من پول نمیخوام. سر کار میرم. آره درسته. تو قبلا یه کارایی میکردی، هنوزم از همون کارا میکنی. مواد میفروختی. نه واقعا جرم سنگینی داره. نجوان، من دارم کار میکنم. الان تو یه تعمیرگاه ماشین یه شغل خوب دارم، روغن ماشین عوض میکنم. اگه تو یه مکانیکی، خب منم خوزه آلفردو جیمنزم. نه واقعا من میخوام یه زندگی آروم فراهم کنم. الان دیگه فهمیدم زندگیم پر از اشتباه بود. دیگه کار خلاف نمی کنم. گوش کن بچه جون، من نمیتونم دربارت قضاوت کنم. انگار تو یه فرصت دیگه ازم میخوای. حالا چجوری کمکت کنم؟ اجازه بده با روزیتا ازدواج کنم. نمیدونم واسه چی دهنمو باز کردم. متاسفم. من گفتم بیای تو؟ نه، چون پدر آینده پسرت اصلا احتیاجی به اجازه نداره. چی گفتی؟ من پدر پسرت خواهم شد. ببخشید که مزاحم میشم. یه نفر میخواد شما رو ببینه. کی؟ خودشو معرفی نکرد. منم بهش گفتم منتظر بمونه و نیاد. اما منتظر نموندم. روزاریو تویی؟ آره خودمم. خب حالت چطوره؟ حالا فهمیدی واسه چی من پدر آینده پسرت میشم؟ مگه نگفتی که این بازی تموم شد؟ چرا؟ گفتم، اما واسه همینم اینجا. پس چرا داری به این بازی ادامه میدی؟ من باهات بازی نمی کنم. میدونی که میخوام از اینجا برم، ولی تنها نمیرم. اینطوری چندتل خیلی خوشحال میشه. نه میخوام تو و فریجولیتو رو با خودم ببرم. برای من مهم نیست اگه فریجولیتو برادر زادمه. من شما رو با خودم میبرم. لطفاً با هم بیا. چی میگی؟ ایگناسیو، اون و پسرش باهات میان. هم اون هم پسرش.